دوستان عزیز سلام، خدا کنه که همگیتون خوب باشین. امروز ما شما به دیدن یکی از جای بسیار مقبول و دیدنی کانادا میریم که به نام نیاگارا است، شهر نیاگارا. و بسیاری مردم اگر کانادا را خوش دارن به خاطر همین شهرش خوش دارن، چون یکی از عجایب جهان است اینجا و او است نیاگرا فالز. و اینجا را که فعلا ما شما میبینیم این دریای کابل است. ببخشید شوخی کردم، دریای کابل نی، البته امی دریا را که میبینید میگن دریای نیاگارا. هنوز به طرف آبشارش نرفتیم، به طرف آبشار ما آستا میریم، ولی فعلا جای دیگه که در چهار اطراف نیاگرا فالز یا آبشار نیاگارا است اونجا را اول میبینیم، بعدا میریم به طرف خود آبشار اصلی. و امی دریایی که شما میبینین امی طرفش من فعلا استاد هستم، اینجا کاناداست و اونو پل و او طرف کوهی که از کوه نیست، البته مثل یک تپه‌وریست، او مربوط امریکا میشه. فقط این امی دریا در بین کانادا و امریکا یک سرحد است و به خاطر عبور از این دریا مردم از او پل استفاده میکنن و او پل هم در اونجا کستم و امیگریشن یا پلیس سرحدی همیشه می باشه و به خاطر عبور شما باید با پلیس امیگریشن دیدن کنین، پاسپورتتان نشان بدین و بعد از او عبور کنین. دیگه دریای خروشانه که میبینین مثل دریای پنجشیر واری، اما دریای پنجشیر نیست متاسفانه. خب به هر صورت معمولا مردم در اینجا به خاطر قدم زدن و گاهی اوقات بعضی ها بایسکل رانی میکنن دمی تریل که در بالای سرم دیدین و بعضی ها اینجا میان به خاطر عکس گرفتن و گپا. دیگه بعد از اینکه عکس گرفتن و چکر و دیدنیاشون خلاص شد، باز آستا میرن به طرف پارکایی که در چهار اطراف امی نیاگرا فالز است و بعض جای دیدنی دیگه است، بعض رستورانت هست و باز میرن به دیدن خود آبشار که مقبول ترین جایی که در اینجا باید آدم ببینه همون آبشار است. و این هم تریل یا یک جایی که پیاده روی و قدم زدن در کنار دریا. و کسایی که کانادا آمدن مردم از اونا پرسان میکنه که نیاگرا فالز رو دیدین؟ اگه بگوین نه، میگه خیش تو کانادا نرفتی. و او طرف که میبینین او است امریکا. خب این هم یکی از پارک های است که در نزدیک نیاگرا فالز است و اینجا نباتات مختلف در این پارک میروه و پارک نباتی هم است. خود این پارک هم مخصوص کسایی هست که در بخش نباتات اینا کار میکنن، معمولا میایند اینجا و بعض نبات ها را نامگذاری میکنن و کشت میکنن و بعد نتیجه گیری میکنن که اگر بخواین دی ان ای از رو تغییر بدن یا کدام نبات نو از رو بسازن. در اینجا به خاطر بعض تجارب اینای خود میان و ایره میگن بوتانیکل پارک. و بعد از این که این پارک دیدیم و شما آستا باز حرکت میکنیم میریم به طرف جای دیگه نیاگرا فالز. دیگه با ما باشین و ویدیو را تا آخر تماشا کنین و فراموش نکنین که هم باید لایک کنین هم سابسکرایب ویدیوهای ما را. پل بزرگ که به طرف چپ ما میبینین و در بالای چراغای سرخ پل هست که مردم روزانه کسایی که در امریکا کار میکنن از این طریق میرن به طرف امریکا، کسایی که امریکایی هستن در کانادا کار میکنن از اونجا میرن به این طرف. و حالا ما شما به طرف خود نیاگرا فالز به حرکت هستیم، انشاءالله چند دقیقه بعد میرسیم.
و حالا هم رسیدیم به طرف پارکینگ. موتر خود پارک میکنیم و میریم به طرف آبشار. اینجا 3 آبشار است که یک آبشار کوچک است که فعلا میریم به دیدن از او و 2 آبشار دیگه آبشارهای بزرگتر است که کم فاصلش یک چند دقیقه و طرفتر است به طرف راست که اونجا دیدین و او هم پل که گفتم براتون، پل بین امریکا و کانادا و این هم آبشار نیاگرا فالز، البته یکی از آبشارهایش. آب از طرف امریکا میه و به کانادا پایین میشه و اصلا زیباییش هم که است، زیبایی آب، زیبایی آبشار این طرف کانادا است. حالا چون شرایط کرونایی است و قدر مردم نیست و هوام کم کم رو به سرد شدن است، اما وقتی که شما در تابستان و در سالهای دیگه که هوا نرمال بود و اوضاع نرمال بود، چیز مشکل نبود، البته نام نشان کرونا نبود اینجا، همیشه توریستا به اندازه زیاد می بود که تا با مشکل می شد هم قدم بزنن. و او لفت را که در اونجا در تاور دیدین، او در بالای تاور یک رستورانت است که در چرخش می باشه، مردم میرن به اونجا، بعضی ها هنیمون کپالز اینا که می باشن میرن در اونجا و هم غذای خودم میخورن و هم نیاگرا فالز از بلندی میبینند. و به شکل تفت و غبار میبینین که از بین دریا بعد از رفتیدن آب و دریا از آبشار بلند میشه. او قطرات آب است که از شدت افتیدن آب به داخل دریا بلند میشه و هر وقت که شما از این بغل سرک دیر شوین احساس میکنین که باران است، چون اون قطرات آب به اندازه بلند میشه که آساس و به این طرف هم میریزه و کسایی که از اونجا تیر میشن لباسایشون تر میشه. و وقتی که هوا گرم باشه در اینجا حتی تا نزدیکای آبشار هم کشتی است به نام فری میگن که میبرن مردم از اونجا و تا بسیار نزدیکای آبشار میبرن و چکر میزنن، مردم میبینه او را از لذت میبره و یکی از تجارب زندگیشان میباشه که در یک جای خطرناک رفتن و را از نزدیک دیدن. خب دوستان عزیز، این هم بود نیاگرا فالز و به امروز سفر ما به پایان رسید. انشالله روزهای بعدی میبینیم. حالا هم حرکت میکنیم دوباره به طرف خانه.